در ادامه بی سرنوشتی آن عده از افغان‌هایی که در کشورهای مختلف یا سوم منتظر رفتن به آمریکا اند، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که روند صدور ویزاهای مهاجرت برای شهروندان 75 کشور جهان و شمول افغانستان، ایران و پاکستان را به حالت تعلیق در می آورد. این تصمیم واقعا نگران کننده است. یکی از بستگان ما حدود 1.5 سال می شود که در قطر در انتظار به سر می برد و فرد دیگری که در پاکستان است. این وزارت در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 14 جنوری در صفحه ایکس توییتر سابق خود منتشر کرده نوشته که مهاجران از این کشورها اغلب پس از ورود به آمریکا به بار عمومی بر سیستم‌های حمایتی این کشور تبدیل می شوند. وزارت خارجه آمریکا افزوده که تعلیق روند صدور ویزاها تا زمان ادامه خواهد داشت که به گفته این وزارت آمریکا اطمینان حاصل کند مهاجران جدیدی باری بر دوش مردم این کشور نخواهند بود و از منابع عمومی استفاده نخواهند کرد. فاکس نیوز رسانه آمریکایی نیز روز چهارشنبه گزارش داده که این تصمیم از تاریخ 21 ماه جنوری سال جاری به اجرا گذاشته می شود و تا زمانی نافذ خواهد بود که بر اساس این گزارش وزارت خارجه آمریکا بازبینی کامل روند ویزاهای مهاجرتی را به پایان نرساند. بر اساس گزارش فاکس نیوز به قنصلگری های ایالات متحده دستور داده شده تا درخواسته های ویزای مهاجرت شهروندان این کشورها را تا زمان ارزیابی دوباره رد کنند. فاکس نیوز افزوده افغان‌هایی که متقاضی ویزاهای مهاجرت آمریکا هستند، به ویژه افرادی که برای پیوستن دوباره به اعضای خانواده یا برنامه‌های اسکانی مجدد درخواست داده اند، پس از اعلام این تصمیم تازه ناتکمیل روند بازبینی به تأخیر یا پاسخ‌های رد مستقیم روبرو خواهند شد. این اعلامیه نگرانی‌های جدی را در میان افغان‌های دارای پرونده مهاجرت آمریکا که در ایالات متحده زندگی می‌کنند و همچنان افغان‌هایی که در کشورهای سوم در انتظار پیوستن به اعضای خانواده خود هستند برانگیخته است.